خب، هللویا. اکثر ویدیوها بسته است، ولی خب یه سوال خیلی مهم میخوام بپرسم. چند نفر کتاب فیلیپیان رو مطالعه کردن؟ 1 2 3 4. اوه، خیلی هم عالی، آفرین، مرسی. خب، کتاب خیلی جذابی بود، لحن خیلی شیوایی داشت، لحن خیلی شادی داره. نه، کتاب خیلی صمیمیه، کتاب خیلی مثبتیه. بریم یه نگاه دقیق تری به این کتاب داشته باشیم، چون در کنار همینا کتاب خیلی ظریفی هم هست. برادر حسن، دستتون بالا. درود برادر، نگفتم کتاب عرض بخون. ادب. ها، آفرین، مرسی. خب، میخوایم بریم به پیش زمینه کلیسای فیلیپی. اعمال رسولان باب 16 از آیات 10 به بعد، یعنی البته 10 تا آیه قبلش هم در واقع پیش زمینه اینه که کلا چطور کلیسای فیلیپی تأسیس میشه، چه اتفاقاتی میفته که این کلیسا بنا میشه و تو زمینه بنای اون کلیسا چه روندی اتفاق میفته. کلیسای فیلیپی کلیسایی بوده که توی شهری بنا میشه که یه شهر نظامی و شهر کشاورزیه. یعنی یه شهریه که خیلی از لحاظ مالی قوی نیستن، شهر خیلی به قول معروف پر زرق و برقی نیست. یه شهریه که اکثرا مقدونی و از اون شهروندان رومی محسوب میشن. از هولوش 300-400 سال قبل از این نامه و این اتفاقات کتاب مقدس به عنوان شهروندان رومی محسوب می شدن و در نتیجه شهر یه ساختار خیلی منظمی داره، یه ساختار خیلی یه دستی داره. گروه های مختلف هستن، اما شهر بر اساس قوانین محکم روم اداره میشه. و لحظه که این کتاب داره نوشته میشه، اعضای اون کلیسا به خاطر اینکه یکی شهر رومیه و دوم اینکه پولسی که کلیسا رو تأسیس میکنه رومی بوده. بعد از تأسیس کلیسا جدلی با بردهداران شهر اتفاق میفته، پولس رو متهم میکنن و بعد پولس به زندان میفته، چوب میخوره، اما خداوند با معجزه پولس و سیلاس رو از زندان بیرون میاره. یه اتفاقی میفته، پولس اجازه نمیده که اونو مخفیانه آزاد کنن و اعلام میکنه که شهروند رومه و به خاطر این اتفاق باعث میشه که اون حاکم شهر بیاد ازشون عذرخواهی کنه. این روند اتفاق باعث میشه که کلیسای فیلیپی از همون ابتدا یه جلوه رسمی به خودش بگیره. کلیسای فیلیپی به خاطر اینکه توسط شهروندان روم بنا شده و یه جامعه رومیه، یه کلیسای رسمی زیرزمینی کار نمیکنه و خیلی روشن کارش رو ادامه میده، جلساتش رو برگزار میکنه و تفاوتی که با کلیساهای یهودیه و سایر استانا داره همینه. به خاطر همین خیلی سریع رشد میکنه، خیلی قدرتمند به رشدش ادامه میده و مخاطبین این کلیسا هم کسایی هستن که تعداد کمی یهودی درشون هست، اکثرا رومی و غیر یهودی هستن که بعد مستقیما ایماندار مسیح شدن. یعنی کسانی که قبل از اونم تو اون شهر به یهودیت باور داشتن کسانی بودن که در یهودیت هم نوع ایمان بودن. یهودی خیلی تعداد جمعیت یهودی شهر خیلی کمه و در نتیجه ساختار کلیسا ساختاریه که خیلی کم تحت تاثیر اون حرکات یهودیت قرار گرفته بوده از ابتدا. بعدها یهودیانی بودن، اون کسایی که میخواستن اون ملیگرایی یهودی ترویج بدن، میان و در شهر تبلیغاتی انجام میدن، اما خیلی موفق نبودن و کلیسای فیلیپی اون استحکام و استجام خودش رو حفظ میکنه. و پولس هم با کلیسای شهر فیلیپی خیلی ارتباط محکمی داره، خیلی ارتباط پدر و پسرانه و ارتباط به راحتی اینه یه فرزند باشون صحبت میکنه، کاملا راحت. ادبیات نام، صفات هایی که تو نام استفاده شده صفات های خیلی صمیمیه و کلیسای فیلیپی تنها جاییه که پولس برای مشکلات شخصی خودش ازشون کمک رو قبول میکنه. جاهای دیگه پولس زندگی خودش رو با
اون کاری که خودش انجام میداده چادر دوزی در میاره، ولی کمک هایی که از سمت کلیسای فیلیپی میرسه بهش رو میپذیره و این نشون میده که چقدر ارتباط صمیمی با هم دارن. بخش اول نامه بخش خیلی مثبتیه. پولس تشویق میکنه ایماندارانو و ازشون تعریف میکنه، براشون دعا میکنه و براشون شرح میده که چه اتفاقی داره میفته. لحظه ای که این پولس داره این نامه رو مینویسه در روم در زندان منتظر ملاقات با قیصره و منتظر محاکمه است. یکی از اوائل زمانی که به روم رسیده، اوائل دهه 60 میلادی و شرایط خیلی سختی رو داره در ظاهر، در شرایطی که قبل تر هم وضعیت خیلی پولس وضعیت خیلی سخت و دشواریه، اما لحن نامه و ایمانی که کلیسای فیلیپی داشته باعث شادی پولس بوده و پولس خیلی با شادی صحبت میکنه، ازشون تعریف میکنه. در واقع قسمت جالب اینه که فکر کنم 16-17 بار واژه شادی رو پولس در کل این نامه تکرار میکنه. بعدش در مورد مثال‌های از زندگی مسیحی توضیح میده براشون. اول با این باز میکنه قضیه رو که اینا باید نگرش عیسی، نگرش مسیح رو در زندگی خودشون داشته باشن. در اسلاید بعد لطفا. و بعد مثال‌هایی از زندگی ایمانداری براشون میاره. حالا هم به صورت مثال‌هایی از زندگی خودش براشون بحث و باز میکنه، هم تیموتائوس رو مثال میزنه و هم یکی از اعضای خود کلیساشون که برای کمک نزد پولس فرستاده بودن و با مثال بحث رو باز میکنه. خیلی کلی دارم میگم، اما بعد با جزئیات در مورد این هر کدوم این مثالات چه میگه میرسیم. و در نهایت ادامه میده، اونا رو تشویق میکنه که زندگی مسیحی رو داشته باشن. اسلاید بعد برادر میگه که چطور باید زندگی مسیحی رو پیاده کنن توی زندگی خودشون، چطور نیکی واقعی رو باید دنبال کنن، نفس رو بذارن کنار و میگه تشویقشون میکنه به شدت که مسیری که خداوند براشون مطرح کرده گذاشته جلوی راهشون رو ادامه بدن و در مسیر بمونن. و در آخرین باب کتابم یه توضیح خیلی جامع میده در مورد این که ما باید آماده بشیم برای زندگی مسیحی. اسلاید بعد. این که زندگی مسیحی یه چیزیه که به آمادگی ما نیاز آماده. میگه که ما باید مسیح رو در مرکز زندگی خودمون قرار بدیم و میگه که موقعی که این کار رو کنیم، این مسائل، این اهداف رو دنبال کنیم، خدا با ما خواهد بود و در نهایت هم به خاطر هدایا ازشون تشکر. چارچوب اصلی نامه به این شکله، یعنی اینجا نامه تموم میشه. اما خب خلاص این نامه رو داره مینویسه برای اینکه فیلیپیان رو ترغیب کنه، برای اینکه در مسیح بالغ بشن، رشد پیدا کنن و یه سری نگرش هایی رو باهاشون در میون میذاره. یه سری جملاتی که حالا یا توضیح طولانی دارن یا تک جمله هایی هستن که توی ذهن آدم میمونه. اول از همه تو باب 1 آیه 6 براشون توضیح میده که کار نیکو از روحه، اون روحه که کار نیکو رو در ما ادامه میده. بعد براشون باز میکنه که چه نگرشی درباره مرگ و زندگی باید داشته باشن. خودش توضیح میده که چطور مرگ رو میپذیره و خواستار مرگه، اما زندگیش برای مسیح و برای اینکه بیشتر بتونه خدمت کنه زندگی رو ادامه میده. میگه که برای ما مسیحیان مرگ و زندگی چالش نیست به اون شکل. باید بیشتر به عنوان یه رفتن به مرحله بعد بهش نگاه کنیم. اما در این حال این مسئله نباید باعث بشه که خودمون به دنبال مرگ بریم. باید توی اون زندگی و فرصتی که داریم اون خدمت رو ادامه بدیم. در کنارش براشون باز میکنه که نجات یه امر فردیه نه گروهی. براشون که دام میکنه میگه هر یک از شما، یعنی اینکه هر یک از ما جداگونه باید زندگی مسیحی و این توضیحاتی که داده رو به انجام برسونیم. چطور باید هر یک از ما این رو خودمون دنبال کنیم. و بعد میگه که نجات باید در زندگی شما کار کنه. میگه که نجاتی که شما دریافت کردین، اون روح خدا باید در زندگی شما کاری انجام بده، ثمری بیاره که دیده بشه.
اینجوری نیست که من خودم با کار خودم نجات رو به دست بیارم، اما اون نجاتی که به دست میارم باید اجازه بدم که تو زندگی من نقش فعالی داشته باشه. بعد زندگی گذشته خودش رو باز میکنه، میگه که چطور مسائلی که بقیه بهش افتخار میکردن، اون کسای دیگه که برای تبلیغ اومدن رو کنار میذاره و فقط نیکویی مسیح رو دنبال میکنه، برای نجات در مسیح میگرده. و این به ما نشون میده که چطور ما اون چیزهایی که در گذشته داشتیم، اون چیزهایی که از دنیاست، اون چیزهایی که در دنیا نیکو محسوب میشه رو باید بذاریم کنار که اون نجات رو دریافت کنیم، اون چیزی که خداوند برای ما میاره. و بعد میگه که باید در رشد ادامه بدیم، بیشتر باید رشد کنیم. خودش رو مثال میزنه. پولس برای فیلیپیان یه جایگاه خیلی بالایی داشته، خیلی بالا، اما خود پولس میگه که من ادعا نمیکنم که هنوز به اون جایگاه رسیدم و شما هم نباید این ادعا رو کنین. من هنوز دارم میکوشم و شما هم باید به کوششتون ادامه بدین. در نهایت توی باب 4 یه سری اهداف نیکو رو براشون باز میکنه و میگه که چطور توانمندی و ناتوانی، همه اینا چیزیه که بعد ما قناعت داشته باشیم و قدرت رو از خداوند بخوایم. در میان تشکرش بهشون میگه که نگرشی که باید به دنبالش باشیم اینه که در خداوند قادر خواهم بود به این که هر چیزی رو انجام بدم. و این نگرش های کوچیک 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 مسائلیه که رشد و بلوغ مسیحیت رو در ما میاره. به عنوان یه ایماندار ما میتونیم اینجوری رشد کنیم، توی این رعایت این نکات کوچیک میتونیم رشدمون رو یه قدم جلوتر ببریم. یه نکته هست توی این کتاب که خیلی من دیدم روش بحث میشه، که میشه باب 2 آیات 6 تا 11. من خود متن اصلی رو آوردم که در موردش صحبت کنم، یعنی خود متن یونانی اینجا. توی فارسی، ترجمه فارسی، آیات باب 2 آیات 6 تا 11 یه اینجوری شروع میشه که حالا یا میگن که عیسی که در خدا شریک بود، یا میگن از اول دارای الوهیت بود، یا به هر طریقی. من میخوام بهتون بگم که این واژه که اینجا استفاده شده، واژه مورف، به معنای یه وجه هست. یعنی اگر ترجمه قدیم رو نگاه کنیم، نزدیکترین ترجمه به اون متن اصلیه که میگه عیسی در صورت خدا بود. خود متن اصلی داره میگه عیسی وجهی از خدا بود، تمثیل خدا بود و در الوهیت برابر بود، یعنی چیزی کم نداشت، تمامیت بود. که بعد توضیح میده که چطور اون قدرت و اختیارات خودش رو کنار گذاشت، اومد به میانه ما زندگی کرد برای اینکه به نتیجه برسونه، برای اینکه نجات رو برای ما بیاره. خیلی از این آیه استفاده میکنن که تفسیرهای متفاوتی کنن، ولی خود متن اصلی آیه به طور خاص داره میگه که عیسی یه تصویری از خداوند بود، جلوه خداوند، وجه خداوند بود که در میان ما قرار گرفته بود. در واقع یه جور اشاره داره به چیزی که اول یوحنا میخونیم که حالا بعدها نوشته میشه. این قبل از نام یوحنا به انجیل یوحنا نوشته شده. یه چیز دیگه که میخوام بگم اینه، این آیه مخصوصا بخش آخرش باب 2 آیات 6 تا 11 ارجاعی هستند به اشعیا 45 21 تا 23. یعنی مخصوصا بخش آخرش که میگه هر زانوی خم میشه، هر زبانی اقرار میکنه که عیسی پادشاه پادشاهان و رب الاربابه. این آیه به طور خاص اشاره داره ادبیات عینی اشعیا 45 23 که اتفاقاً اشعیا 45 23 رو اینو داره در مورد یهوه خدای یهود میگه و یکی از معدود جاهاییه که در واقع خود واژه یهوه نوشته شده. یعنی از هیچ کدوم از القاب خداوند استفاده نکردن، خود نام خداوند رو استفاده کرده و میگه هر نامی اقرار میکنه، هر زبانی اقرار میکنه، هر زانویی خم میشه برای یهوه. که اینجا پولس همین رو در مورد عیسی میگه که به طور مشخص به نظرم باز میکنه که مفهوم این آیه به طور کل چیه. خب خواهران و برادران، کسی سوالی داره در مورد کتاب فیلیپیان؟ هیچ سوالی نبود.